یه لحظه صبر کن. دقیقاً همینجا وایستا. این جمله رو دوباره بخون. این فقط چند تا کلمه نیست، این یه حقیقته. فرض کن همین الان، دقیقاً همین لحظه چند نفر دارن دربارت حرف میزنن. چی کار میکنی؟ اگه بفهمی رفتاراشون یه معنی پنهانی داره که تا امروز ازش بیخبر بودی، چی؟ نه، قرار نیست چیزی رو الکی بزرگ کنم. قراره چیزی رو بهت بگم که خیلی ها میدونن اما هیچ وقت جرئت نکردن بهت بگن. پس آماده باش، چون این اطلاعات مستقیم میره توی مرکز مغزت و برای همیشه اونجا میمونه. بسیار خوب، بیا شروع کنیم. یه قانون رو اول از همه تو ذهنت حک کن. آدم‌ها هیچ وقت مستقیم بهت نمیگن واقعاً دربارت چی فکر میکنن. اونا با رفتارشون نشون میدن و رفتار هیچ وقت دروغ نمیگه. خب، این اولین نشونه است. تا حالا شده وارد یه اتاق بشی و ببینی همه یهو ساکت میشن. اون مکث کوتاه، اون سکوت سنگین، اینا تصادفی نیست. اون دقیقاً همون لحظه‌ایه که حرفی درباره تو بوده و با ورودت اون حرف قطع شده. بریم سراغ نشونه دوم. آدمی که داره چیزی رو پنهان میکنه نمیتونه مستقیم تو چشمات نگاه کنه. نگاهش سریع دزدیده میشه، میپره یه جای دیگه. این یعنی چی؟ یعنی داره از چیزی فرار میکنه. میخواد یه چیزی رو مخفی کنه. و اما سومین نشونه که خیلی هم مهمه، شوخی‌ها. ببین، بعضی شوخی‌ها واقعا شوخی نیستن. اونا مثل یه سری موشک‌های اطلاعاتی هن. یه پیام مخفی دارن که میگه ما یه چیزایی دربارت میدونیم ولی فعلا فقط به لبخند میزنیم. چند نفرتون تا حالا این صحنه‌ها رو به چشم دیدین؟ این نشونه‌ها خیلی آشنان، مگه نه؟ خب، حالا میرسیم به قسمت اصلی ماجرا. اینکه این نشانه‌ها رو ببینی یه چیزه، اما اینکه چطوری تفسیرشون کنی یه داستان کاملا متفاوته. میدونی بزرگترین اشتباهی که تقریبا همه ما میکنیم چیه؟ اینه که یا این نشونه‌ها رو اونقدر بزرگ میکنیم که تبدیل میشه به یه غول توی ذهنمون، یا کلا نادیدشون میگیریم و میگیم ولش کن، توهم زدم. اما حقیقت اینه که هر دوی این راه‌ها به بنبست میخوره. میپرسی چرا؟ چون هیچ نشونه‌ای به تنهایی معنای کاملی نداره. باید به تسعیر بزرگتر نگاه کنی. بعضی وقتا اصلا موضوع ربطی به تو نداره. شاید مشکل از خودشونه. اینجاست که باید وارد یه حالت جدید بشی. حالت مشاهده آگاهانه. خب، حالا سوال اینه، از کجا بفهمیم که این نشانه ها واقعا درباره ماست یا نه؟ 3 آزمون خیلی سریع وجود داره. آزمون اول، تکرار. اگه یه رفتاری فقط یه بار اتفاق افتاد، فراموشش کن. ولی اگه چند بار تکرار شد، این یه علامته. آزمون دوم، همزمانی. اگه چند نفر دارن همزمان یه رفتار مشابه رو نشون میدن، احتمالاً یه خبرایی هست. و آزمون سوم که از همه مهمتره، واکنش به موفقیت تو. وقتی یه خبر خوب ازت میشنون، خوشحال میشن یا رفتارشون سردتر میشه. سرد شدن یعنی پشت سرت یه حرفایی زده شده. بسیار خوب، حالا چطور میشه بدون درگیری و تنش کنترل اوضاع رو دست گرفت؟ اینجا مهمترین بخش داستانه. 3 حرکت کلیدی هست که تو رو از این وضعیت نجات میده و کاری میکنه که دیگه کمتر هدف قرار بگیری. حرکت اول، اینو یادت باشه، هر واکنش احساسی از طرف تو مثل بنزین ریختن روی آتیشه. پس اجازه نده هیچ کس کنترل احساسات تو رو به دست بگیره. حرکت دوم، آدم‌هایی که رفتار و حرفشون یکیه خیلی سخت‌تر هدف حرفای پشت سر قرار میگیرن. ساده باش، شفاف باش، اما محکم و قاطع. و حرکت سوم، وقتی یه هدف بزرگ و مشخص داری، این حرفای کوچیک و حاشیه‌ای خود به خود محو میشن. آدمایی که میدونن دارن کجا میرن، وقت برای درگیر شدن با سر و صداهای اطراف ندارن. اما یه حقیقت بزرگ وجود داره که هیچ کس هیچ وقت بهت نمیگه. و این چیزیه که همه باید بدونن. به این جمله نگاه کن. اینکه دیگران دربارت حرف میزنن همیشه هم چیز بدی نیست. در واقع این میتونه نشونه یه چیز خیلی خیلی بزرگتر باشه. بله، دقیقاً همین. تو دیده شدی. این یعنی تو وجود داری و حضورت اونقدر قوی هست که حس بشه. و از همه اینا مهمتر، این یعنی تو یه اثر از خودت به جا گذاشتی. چون یادت باشه، هیچ کس درباره چیزی که هیچ اثری نداره حرف نمیزنه. پس به جای اینکه انرژیت رو هدر بدی و به این فکر کنی که کی چی گفت، تمام اون انرژی رو بردار و بریز پای ساختن مسیر خودت. و حالا نوبت توه.
اگه این حرفها حتی یه چراغ کوچیک توی ذهنت روشن کرد، اون لایک رو بزن و توی کامنت ها بنویس بیدار شدم. میخوام ببینم چند نفر واقعا آمادن که قوانین این بازی رو به نفع خودشون تغییر بدن.